سلام خدمت همراهان دوستان عزیز. آمری هستم. امروز میخوام در رابطه با شیره طلا صحبت کنم. تو ویدیو قبلی که تو یوتیوب منتشر کردم، آخر ویدیو این شیره طلا رو کسی که طلا رو ذوب کرده بود به من داد. خیلی سوال کردن این شیره طلا به چه دردی میخوره و چه جوری میشه ازش طلای داخلش رو استخراج کرد. خودم یه ویدیو درست کنم و با شما به اشتراک بذارم. امیدوارم ویدیو جوری باشه که شما دوست داشته باشید و این نحوه در آوردن طلا از شیره رو شما یاد بگیرید. شیره‌ای که به ما میگه وقتی که شما طلا رو ذوب میکنی، کسر طلای شما میاد داخل شیره. حالا این شیره رو به ما میده و ما حالا 200 گرم طلا آب کردیم، 2 گرم کسر داریم، 1 گرم و نیم کسر داریم. میخوایم ببینیم داخلش هست یا نه. واقعا تو مرحله اول شیره ها رو وزن میکنیم. من اینجا 134 گرم و 780 شیره طلا دارم. برای اینکه بتونیم اینو دراریم نیاز به یه ابزار ساده داریم. یه هاونگ رو برمی‌داریم و شیره هایی که توی این مدت جمع کردیم رو داخلش میریزیم. باید این شیره ها رو جوری بکوبیم که از هاونگ اون بیرون نریزه و در عین حال ریز عین خاک پودر باشه. من یه دونه دستمال میذارم، شروع کنم بکوبم که وقتی میکوبم این شیره ها بیرون نریزه. هرچی ما اینو میکوبیم این خاکش بیشتر در میاد. اینو باید قشنگ بکوبیم تا به اونجایی که میخوایم برسه، تا ببینیم چقدر گوارسه توش طلا هست. من نمیدونم مشخصه یا نه. اینا قشنگ پود شده. تیکه های طلا کم کم معلوم میشه. حالا الان ما اینا رو کوبیدیم. تو مرحله اول میایم اینا رو میریزیم روی کاغذ سفید.
سنگایی هم که آب کردیم نشده اینا توی این هست. این یه تیکه طلایی که ازش جدا کرد. خیلی طلاهای گوارسه کوچولو کوچولو ریز ریز هستش که با آب باید بشوریمشون و ته آب بمونه. ولی همین الان هم که من دارم نگاه میکنم طلاها خیلی زیاده، چون هنوزم قشنگ اینو نکوبیدن. بیشتر از اینم ممکنه خیلی توش باشه، ولی حالا برای اینکه تا اینجای کارو ببینی خوب. مثلا داخل این طلا باید به این حالت در بیاد، قشنگ کوبیده شد. حالا من باز دوباره میکوبم و آردش رو بهتون نشون میدم که قشنگ کوبیده شد. این کار 45 دقیقه زمان برد تا تمام اون شیره هایی که داشتیم تبدیل به خاک بشه. مرحله اول پخش کردن این شیره هاست. اون گوارسه هایی که خیلی بزرگه رو از داخل کار شروع کنیم در آوردن. تو مرحله بعدی باید مثل کسایی که توی رودخونه ها دنبال طلا میگشتن باید طلا رو بشوریم. ولی توی مرحله اول اونا که خیلی بزرگن و به چشم میاد شروع میکنیم به جدا کردن. طلا چون وزنش سنگینه وقتی شروع به شستنش میکنیم میره کف آب. وقتی اون کف قرار بگیره ما میتونیم به راحتی بعد از شسته شدن طلا رو جدا کنیم. ولی حالا اولش اینجوری به این صورت شروع میکنیم به جدا کردن تیکه هایی که به چشمون میاد، به این گوارسه بزرگا.
تقریبا اون چیزهایی که میشد با چشم جداش کنیم و جدا کردیم. حالا باید بریم شروع کنیم به شستن این شیره های طلا که کوبیدیمشون، به این صورت در آوردیمشون. ببینیم با شستن چقدر طلا کف ظرفمون میمونه.